با وسیع‌تر شدن دایره جدل فکری و گسترش میدانهای آن، به سادگی متوجه سخنان و ادعاهایی می‌شویم که همراه با این درگیری‌های فکری پی در پی تکرار می‌شوند. اکثراً در هنگامی که کتاب می‌خوانیم یا روزنامه‌ای را ورق می‌زنیم یا سایت اینترنتی را بررسی می‌نماییم، با مطالب و گفتارهای برخورد می‌کنیم که با متون شرعی در تعارض کامل است. اما عجیب آن است که نویسنده این گونه مطالب معتقد است که نظریاتش مخالفت با متون و نصوص شرعی ندارد. برای رسوا کردن این روش‌ها و برداشتن نقاب از چنین افکار، برنامه آوردگاه را روزهای شنبه ساعت 5 بعد از ظهر و تکرار آن را روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 7:10 بعد از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید. آوردگاه، دریچه جدید برای نگرستن به حقیقت در مباحث فکری و سیاسی. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو حریت و یک دیگر از برنامه های آوردگاه خوش آمدید. امیدوار هستم هر جایی هستین در حفظ و پناه پروردگار باشین و همچنان ما را تا آخر برنامه همراهی کنین. من صلاح الدین عمر در این برنامه در خدمت شما قرار دارم. بدون شک که تداوم و رویارویی میان حق و باطل از دیر زمانی وجود داشته و وجود خواهد داشت. در این اواخر عده‌ای از کشورها به بهانه‌های مختلف از قبیل آزادی و همچنان عدم مداخله در امور افراد و صدها بهانه‌های دیگری که وجود دارد دست به یک سلسله اقدامات تحریک آمیز و همچنان یک سلسله اقدامات خلاف انسانی و انسانیت ادعا شده خودشان و همچنان خلاف آزادی مجوز صادر میکنن و برای تعداد زیادی از مسلمین و تمام مسلمان ها را در سوگ غم می نشانند. بدون شک که آزادی در میان انسان ها در هر دین و کیش و ملت به معنای این نیست که برای دیگران باید اذیت و آزار رساند و همیشه آزادی در مقابل دیگران و هر زمانی که ضرری به دیگری متوجه شود او جا آزادی وجود ندارد. اما میبینیم که عده‌ای از کشورها از همین آزادی سوء استفاده کرده و دست به اقدامات خلاف عرف بین المللی و ملی میزنند. و سوی دیگر عده دیگر متاسفانه از افرادی که اونها خود پرورده همیتو افکار هستن، اونها هم به نحوی اونها را به اصطلاح ای افرادی را که حد حرمت به مقدسات را اجازه میتن اونها را حمایت میکنند و اکثرا دلیل های دیگری نیز میارن. برحال امروز ما در این برنامه به همین موضوع میپردازیم که آیا حد حرمت به مقدسات، چه مقدسات اسلامی و حتی غیر اسلامی، آزادی است یا اینکه این یک سوء استفاده و درویی از طرف غربی هاست و همچنان چرا باید به خاطر ثابت ساختن آزادی ما باید تصمیم به از بین بردن و به اصطلاح حد حرمت به مقدسات و به ادیان دیگر باید تعرض بکنیم. به هر حال شنونده‌های عزیز، مهمان برنامه ما جناب استاد محمد یاسین فاضل، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی هست که در این برنامه با خود داریم. شنونده‌های عزیز، شما هم میتونین با ما تماس بگیرین و در مورد موضوع امروزی ما، همانا حد حرمت به مقدسات دینی، نظریات و سوالات خود را با ما در برنامه شریک بسازین. شماره تماس برنامه ما هست 0705 885 885 و 0783 885 888. شما شنونده عزیز میتونید تماس بگیرین، نظریات و سوالاتتان را با ما در برنامه به جریان بگذارین. جناب استاد خوش آمدین.
سلام علیکم و رحمت الله. خوش باشین، بخیر و سلامت باشین. من هم به نوبه خود سلام خدا خدمت شما و خدمت سایر شنونده های برنامه تقدیم می دارم. بخیر و عافیت باشین. سلامت باشین جناب استاد. امیدوار هستم که شرمنده از این شما هم تا پای برنامه ما را همراهی کنین. جناب استاد، قبل از اینکه بریم به این که چرا دست به یک سلسله اقدامات تحریک‌آمیز میزنن و از یک سوی دیگر وجیبه افراد مسلمان در مقابل این به اصطلاح گستاخی و بیادبی موارد چی هست و انشالله که این موارد را هم در این برنامه بحث میکنیم. قبل از همه چیز میخوایم از شما بشنویم که خود مقدسات به چی چیز گفته میشود؟ ما وقتی به نصوص و متون شرعی مراجعه میکنیم، بارها در قرآن عظیمشان از شعائر الله یا از مقدسات یا آن چیزی که الله متعال برای حضرت موسی علیه السلام کوه طور به عنوان مقدس معرفی میکنه، از تمام از این موارد دانسته میشه که قضیه مقدسات یا قضیه شعائر الله تمام عبادات و تمام اعمالی که به نحو ارتباط به دین میگیره و انجام از اون منجر به اطاعت میشن، یعنی در کل شامل تمام اشیا، اماکن و افعال میشه که به نحو ارتباط دینی داره و انجام از او امر عبادی و انجام از او اطاعت از دین و اطاعت از الله میشه. تمام از اینا اطلاق مقدسات دینی بر از اینا میشه. وقتی ما موضوع مقدسات میگیم، درست است در اصل از این مقدسات الله رسول قرار داره. به ادامه از این کتب آسمانی تمامش، خصوصا قرآن عظیمشان به عنوان آخرین کتاب دستورالعمل زندگی مسلمان ها، اعمال عبادی مثل نماز، روزه، زکات، حج و حتی به ادامه از این اشخاص نه از دید فردی که فرد هست، بل از دید نسبتی که به دین داره، علما تمام از اینا شامل مقدسات دینی میشه. آن چیزی که معیارها و آن چیزی که حقوقی که بر سایر مقدسات دینی تعلق میگیره برای افراد هم تعلق میگیره. با سپاس از شما جناب استاد. یعنی هر آن چیزی که در نزد یک دین دارای ارزش است و احترام به او دین قائل است، او از جمله مقدسات همو دین است که بر اساس رتبه ها باز اختلاف داره. جناب استاد، بحثی است که اکثرا ما میبینیم که ایده به اصطلاح تاخت و تاز میکنن بر مسلمان ها و گویا نحوی از افرادی که اونها هم پرورده های عموم مردمایی هستند که مدعی آزادی هستند یا هم در او کشورها وجود دارند، بنان اونها بعضی اوقات حد حرمت را اولا منتسب به اسلام میدانند. یعنی میگه که آغازگر این مبارزه یا این به اصطلاح به احترامی علیه بالله گویا مسلمان ها هست و به این اساس او مردم را اینا مشروعیت میتن و از اقدامات شوم و زشتشان حمایت میکنن. حال میخوایم از شما جناب استاد بشنویم که اسلام تا چه حد با ادیان دیگر سازگاری داره و چه حد ادیان دیگر در حدش احترام کرده و اونها را در تحت تسلط دولت خودش نگه داشته و اونها را به اصطلاح اجبار نکرده یا که اجبار کرده. این مسئله تا چه حد درست است و ای که تا چه حد اسلام با ادیان دیگر تعامل میکنه؟ پاسخ به این موردی که شما مطرح کردیم نمیشه یک اندازه طولانی تر باشه. قبل از اینکه ما بیاییم پاسخ از این را داشته باشیم که آیا واقعا آغازگر توهین به مقدسات مسلمان هاست یا غیر مسلمان ها، ما المروری داشته باشیم که آیا در اسلام آزادی بیان وجود داره و یا نداره. وقتی ما نصوص و متون شرعی را مرور میکنیم و بررسی میکنیم، دقیقاً ما موارد گسترده‌ای را داریم که نه تنها آزادی بیان یک امر مباح و مشروع است، بلکه در خیلی از موارد به عنوان یک واجبه شرعی مطرح میشه. مثلا وقتی موضوع امر به معروف و نهی از منکر میشه، منشش قضیه آزادی بیان هست. چنانچه پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم در دو مورد به شکل عام مطرح میکنه، عامی که همه را بدون استثناء در بر میگیره. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته،
یا در مورد دیگه می فرماید من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. هر کسی که کار نادرست و ناشایسته را مشاهده میکنه توسط دست خود یا توسط زبان خود و یا حداقل انزجار قلبی از او داشته باشه، اینجا دانسته میشه که آزادی بیان وجود داره. موضوع دومش قضیه شورا و مشوره هست. شورا و مشوره یک اصل دینی هست و دقیقا هر عضوی از شورا در اینجا باید حق گفتن و حق ابراز نظر را داشته باشن. سومش قضیه نصیحت و خیرخواهی، یکی از حقوق ششگانه‌ای که یک مسلمان بر مسلمان داره مطابق حدیث پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم و قضیه نصیحت و خیرخواهی برادر مسلمان است که خودش تعلق به این میگیره که یعنی آزادی بیان، آزادی گفتار نه پشت سرش بلکه در برابرش، نه به گونه توهین و تحقیر بلکه به خاطر اصلاح و به خاطر یاد دهانی و تذکرش. موضوع چهارمی که میشه ما اشاره بکنیم به عنوان شواهد موجودیت آزادی بیان در شریعت اسلامی قضیه عدم کتمان حق است. آیات و احادیث به شکل کرار تاکید میکنه که یک مسلمان یا یک انسان نباید حق کتمان بکنه. آن چیزی که مشاهده میکنه، آن چیزی که میبینه مسئول و مکلف هست که او را بیان بکنه. چنانچه الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. چگونه شما حق با باطل خلط میسازین و چگونه شما حق کتمان میکنین در حالی که میدانین. یعنی اینجا پرسش یا سوال توبیخی است که نباید چنین چیزی صورت بگیره. مثل از این موارد دیگری هم داریم. پس اینو تمامش بیانگر ازی است که اسلام نه تنهایی که آزادی بیان مباح و مشروع میدانه بلکه را به عنوان یک وجیبه، یک مسئولیت دینی معرفی میکنه. این آزادی بیان در برابر غیر مسلمان ها هم وجود داره و اسلام میایه یک سلسله معیارها را در مجادله، در مباحثه با غیر مسلمان ها مطرح میکنه. از جمله آزادی بیان برای غیر مسلمان هایی است که به شکل احسن به جدل صورت بگیره. چنانچه الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادع الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. در اینجا موضوع جادل هم دقیقاً با غیر مسلمان، اما تاکید و دستور شریعتی است که این به شکل احسن و به شکل نیکو باشه، نه به شکل بگونه‌ای که منجر یا سبب توهین و تحقیر طرف باشه. دوم، اسلام تاکید میکنه که شما باید در جدل و در گفتگو باید گزینش بهتر داشته باشین یا گزینش اولاتر داشته باشین. چنانچه الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. یعنی در اینجا بشارت میده برای بنده هایی که در گفتگو ترجیح میده بهترین ها را بر اساس عقل و بر اساس منطق اختیار میکنه. پس میبینیم که آزادی بیان به عنوان یک اصل شرعی در اینجا مطرح شده. برهان طلبی اصل دیگری است. یعنی وقتی که یک مسلمان از دید شرعی بحث میکنه، استدلال میکنه، از یک طرف گفتارش بر مبنای یک دلیل و بر مبنای یک برهان استوار باشه، از طرف دیگه آن چیزی که طرف میگه دلیلی را از او بخواه که جایگاه عقلی و جایگاه منطقی داشته باشه. نقل آرای دیگرها در قرآن ما صدها مورد داریم که آرای اباطیل قرآن مطرح میکنه و بعد از او دلیل باطل بودنش ارائه میکنه. پس میبینیم که در کل آزادی بیان یک اصل شرعی هست، اما این اصل شرعی را اسلام آمده محدود ساخته. محدودیتش به معنای سانسور کردن نیست، محدودیتش به خاطر مصلحت اجتماعی و به خاطر تأمین امنیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و در کل رفاه انسان هاست. از جمله محدودیت هایی را که ما میشه به او اشاره بکنیم، اولین ممنوعیتی که در آزادی بیان یا محدودیتی که در آزادی بیان اسلام مطرح میکنه و قضیه عدم توهین به مقدسات هست. یعنی وقتی که آزادی بیان میگه که شما می داشته باشین حق دارین آن چیزی مافی ضمیر شماست به خاطر اصلاح و به خاطر بهبود جامعه و به خاطر بهبود وضعیت سیاسی اقتصادی مطرح میکنه، شما حق ندارین که مقدسات توهین بکنه. نه تنها قضیه مقدسات دینی، حتی از دید قرآن صراحتا اسلام یک فرد مؤمن حق نداره که مقدسات غیر مسلمانه به او حد که حرمت بکنه و به او تجاوز بکنه. چنانچه الله متعال میفرماید اعوذ
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. میگه شما خدایان کسانانی که غیر خدا را پرستش میکنه، شما اونا را حد که حرمت و توهین نبکنین، به خاطر که اونا ناآگاهانه خدای بر حق شما را توهین میکنه. این قاعده بسیار کلی و قاعده بسیار جامعی هست که هیچ انسان مسلمان حق نداره که مقدسات ولو باطل و نادرست هم هست غیر مسلمانان را او را توهین و تحقیر بکنه. دومین محدودیتی که در رابطه به آزادی بیان وضع کرده اسلام قضیه آبرو، حیثیت، کرامت و عرض افراد هست. چنانچه همه میدانه یکی از اهداف دین اسلام حفظ آبروی انسان هاست. پس هیچگاه اجازه نمیده که به بهانه آزادی بیان به گونه‌ای که مقدسات توهین شه، همچنان اجازه نمیده که آبرو، عرض و کرامت انسانی مورد تخت و تاز و مورد اهانت و توهین قرار بگیره. سومین محدودیت یا ممنوعیتش قضیه افشای اسرار نظام هاست. دقیقاً نظام اسلامی در کل یکی از فرایض دینی یا یکی از مصداقهای کلی اسلام هست که به او تاکید کرده، چنانچه بعد از وفات پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم، قبل از اینکه اصحاب کرام به تکفین و تجهیز جسد مطهر پیامبر صلی الله علیه و سلم بپردازه، اول سرنوشت نظام در اینجا مشخص میکنه. پس میبینیم که نظام جایگاه بسیار مهم و اساسی داره. بنابراین آزادی بیان نمیتونه که اسرار و یا توطئه های اسرار را که نظام داره و یا توطئه های را علیه نظام را اندازی بکنه. چنانچه الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم. یعنی در اینجا در حقیقت خیانت، غدر، افشای اسرار و آن چیزی که سبب بی‌ثباتی نظام اسلامی میشه اگر توسط فرد به نام آزادی بیان برابر است، این فرد حقوقی مثل احزاب، مثل رسانه ها باشه و فرد حکمی باشه، فرد حقوقی باشه، توسط هر کسی که باشه، این به عنوان بزرگترین خیانت پنداشته شده و این را اجازه نمیده اسلام. ممنوعیت بعدیش قضیه توطئه هاست. توسط افراد، گروه ها تحت نام آزادی بیان توطئه ها را اندازی نشه. و همچنین قضیه سرپیچی محدودیت دیگری است که به بهانه آزادی بیان هیچ کس حق نداره که از دساتیر اسلامی و از دساتیر نظام اسلامی سرپیچی بکنه به بهانه از اینکه آزادی بیان وجود داره، چون نظام سیاسی اسلام به خاطر تأمین مصالح امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی هست و تحت نام آزادی بیان اگر چنین فعالیت های صورت بگیره، این در حقیقت امنیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را به خطر میندازه. چنانچه دانشمندان غربی همچنان میگه اگر آزادی بیانی که منجر به فروپاشی صلح و یا هم منجر به از بین رفتن امنیت شود، او در حقیقت آزادی بیان نیست، او خودش آشوبی یا عاملی بر فساد و بدبختی است. بنابراین اسلام در اینجا این محدودیت را وضع میکنه. پس در نهایت ما میتونیم بگوییم که اسلام آزادی بیان به یک عنوان یک اصل تعیین میکنه، از طرف دیگه آزادی بیان محدود ساخته و این ادعای درست نیست. چنانچه غربی ها میارن اسلام متاسفانه تخت و تاز، ناهنجاری ها را خودشان دامن میزنه و ادعایش علیه اسلام هست. ما در طول تاریخ نمیبینیم که علیه مقدسات غیر مسلمان ها در جامعه اسلامی به شکل سیستماتیک یا سازمان یافته تعرض صورت گرفته باشه و یا تحقیر و توهین شده باشه. اگر چنین موارد استثناء شده باشه توسط یک فرد بوده که قطعا از طرف نظام اسلامی و از طرف اندیشمندان اسلامی او رد شده و مورد تایید قرار نگرفته. پس این ادعایی که هست این ادعای باطل و ادعای نادرست هست. جناب استاد سپاس از شما، خیلی نکات ارزنده را بر ما بیان کردین و ای که اسلام بدون شک دارای آزادی و آزادی بیان است، اما هیچ آزادی بدون قید و شرط در هیچ ایده و در هیچ مکتبی وجود نداره و حتی غربی هایی که اونها آزادی بیان را وسیله برای هر چیز قرار دادن، خودشان هم میبینیم که او را محدود کردن و یک سلسله ممنوعیت ها را داره. چنانچه شما گفتین مثلا افشای راز
راز دولتداری و امثال اونها موارد دیگری. پس اسلام عزیز نه آغازگر است بلکه محدودیت ها را برای مسلمانان وضع کرده تا به دین و مقدسات به اصطلاح ادیان دیگر بی‌حرمتی نکنند. خب و همچنان آیت را که شما تلاوت کردین جناب استاد، بحثی است که وقتی که شما آزادی را برای ما تقریبا بیان کردین که آزادی با انواع مختلفش، خاصتا آزادی بیان، وقتی آزادی دارای قید و شرط هست و هر کشوری یک سلسله خطوط سرخ خود را داره و هر فردی، مثلا حتی ما در قوانین میبینیم که میگن آزادی تا حدی است که برای دیگران ضرر نرسد. مثلا حتی اگر ما جای مختلف را میبینیم که مثلا در کشورهای غربی کسی نمیتونه بالای کسی دیگه تعرض بکنه، کسی را چیزی بگوید، توهین بکنه. اما چرا پس همین آزادی که دارای قید و شرط است، دارای همه موارد است، میبینیم که حکومت ها، افراد به طور عموم و حکومت ها به طور خصوص اجازه بی حرمتی و توهین به مقدسات را میتن. مثلا ما میبینیم در کشورهای غربی که اکثرا خواهرای مسلمان ما وقتی که حجاب دارن، حجاب از سرشان کشیده میشه، لگدمال میشن اگر در نماز دیده شوند در از بازار و سرکی. یا هم مثلا حتی موردهای اخیر را داشتیم که کشورها اجازه دادن تا به مقدسات توهین شود. چرا وقتی که آزادی از یک نگاه قید و شرط داره، از نگاه دیگه میان اینمی آزادی ها را سلب میکنن؟ بیشتر آن چیزی که امروز در جهان اتفاق میفته و آن چیزی که در رابطه به مسلمان ها و در رابطه به مقدسات مذهبی مسلمان ها اتفاق میفته، متاسفانه این برگرفته از یک عقد و کین هست، نه واقعیت هایی که در جامعه اسلامی وجود داره. به طور مثال شاید 10 مرتبه یا 100 مرتبه حتی ما شاهدی ازی هستیم که در جامعه غربی یک عمل ناشایست، تعدی، تجاوز، قتل توسط یک فرد صورت گرفته. حالا این فرد اگر مسیحی بوده یا یهودی بوده یا ایتست و لادین بوده، هیچ بحثی در اینجا صورت نگرفته. نهایتش گفته شده که یک فرد یا یک شخص باعث چنین فساد یا باعث چنین خشونت شده. اما اگر این فرد منسوب به دین اسلام بوده باشه و یک مسلمان بوده باشه، در اینجا میزهای گرد، کنفرانس ها و رسانه ها همش کامراها و مایک های خود طرف از او گردانده و پیرامون از بحث کردن که یک مسلمان تروریست چنین عملی را انجام داده. پس جو دانسته میشه که اصل آن چیزی که در غرب جریان داره یک موج اسلام ستیزی یا یک موج اسلام گریزی را متاسفانه در اونجا دامن میزنند و این را میپرورانند. مثلا بحث دموکراسی، چنانچه شما اشاره کردین، دموکراسی ها درست است، آزاده ها را یک طرف مطلق میگیره، از طرف دیگه خودشان حد و مرز قائل میشن. آن چیزی که متاسفانه در غرب در اواخر اتفاق افتاد، اگر در برابر انجیل یا در برابر تورات اتفاق میفتاد، قطعا عکس العمل غرب مثل امروز نمی بود، شدیدتر می بود، جدیتر می بود، چنانچه ما در قضای قبلیش داریم که چنین چیزی اتفاق افتاده. اما حالایی که قرآن سوزانده میشه، متاسفانه همه غرب ساکت هست. حتی کسایی که مسئولیت ابراز نظر و مسئولیت جلوگیری چون این چیزی را داشته باشه، اونا هم از خود کدام جدیت را نشان نداد، بسیار با الفاظ نرم، بسیار با الفاظ عادی این قضیه را مطرح میکنن. اصل مشکلی هست که ما امروز در دنیا 2 ایدئولوژی حاکم داریم. یک طرف ایدئولوژی اسلامی که از یک طرف تجربی بسیار خوبی بر جهان داشته تاریخش، و از طرف دیگه امروز الحمدلله در شروع قرن 21 این ما میبینیم که به طرف پس پویایی و میتونه جوابگوی نیازهای بشریت باشه. طرف دیگه اما دموکراسی پوسیده و دموکراسی که حتی متاسفانه در افغانستان هم تجربی که داد بسیار تجربی ناقص، تجربی ناکام، و حتی طرفدارای علمبردارانش امروز از این متنفر هستند. بنابراین اینا خوف دارن و هراس دارن که اسلام میایه به عنوان بدیل اینجا مطرح میشه. با استفاده از جنگ فکری و ابزارهای
فکری یکی از ابزارهایش است که مقدسات و ارزش‌های اسلامی را توهین میکنه، تحقیر میکنه، حتی تحریف میکنه. ما متاسفانه در رسانه‌های غربی میبینیم از اسلام یک تصویر تحریف شده برای جامعه ارائه میکنه، مثل از این قضیه حجاب، مثل از این قضیه عبادات اسلامی، مثل از این قضیه قربانی اسلامی. سایر از این موارد تحریف کرده به نوع توهین و تحقیر میکنند، در حالی که این نه مطابق قوانین خودشان هست و نه در قوانین ادیان چنین قضیه یا چنین عمل جای داره. جناب استاد سپاس. مورد داریم که مثلا دبیرکل سازمان به اصطلاح ناتو یا پیمان آتلانتیک شمالی میگه که در یک بیانیه رسمی وقتی که توهین به مقدسات اسلام صورت گرفت، گفته بود که سوزاندن قرآن در سویدن بخشی از آزادی بیان است و همچنان میگه که ای از حق تنوع طلبی است و ما از حق تنوع طلبی حمایت میکنیم، در حالی که 1.5 ماه قبل از این حادثه همی دبیرکل سازمان ناتو در یک توییت دیگه اعلام کرده بود که مأموریت ناتو حفاظت از سرزمین ها تا حفظ تنوع طلبی و اختلاف نظر را شامل شود و تصویری هم از پرچم همجنس بازا همراه با این توییتش به اشتراک گذاشته. بنابراین به نظر معادله‌ای که امروز وجود داره معادله‌ای است که حمله به قرآن آزادی بیان است، حمله به همجنس بازان جنایت است که مداخله ائتلاف نظامی ناتوی متشکل از 31 کشور را می‌طلبه. و همچنان مورد دیگه است که تقریبا در ماه اسد، در 7 ماه اسد 1402 یعنی همین سال صورت گرفته که مردی که پرچم رنگین کمان نماد به اصطلاح همجنسگرایا را سوزانده بود به بیشتر از 16 سال حبس محکوم شده و این مرد در ایالت امریکا به خاطر سوزاندن یک پرچم رنگین کمانی نماد همجنسگرایا به اصطلاح 16 سال حبس شده و او خودش میگه من مخالف همجنسگرایی بودم. مارتینز نام داره و در رسانه‌های بین المللی نشر شده ای سخن. مارتینز میگه که من مخالف همجنسگرایی بودم، بنانی پرچم پاره کردم سوختم. و جالبی است که یعنی جرمی که به اساس او ایره به اصطلاح این نفر آدولف مارتینز 30 ساله را به اصطلاح جزا دادن، میگه که جرمش است که یعنی امو عبارته که به این اتهام بسته شده به خاطر ارتکاب به جرم نفرت محور با استفاده از آتش 15 سال حبس و امثال اونا 1-2 مورد دیگه هم برش جزا دادن. یعنی ما میبینیم جناب استاد که این عمل سوختاندن پرچم همجنسگرایی به عنوان نمونه یا همچنان توییتی که از دبیرکل سازمان ناتو ما داشتیم، اینا رو میبینیم که اینا میای نور نفرت محور میگن. اما در مقابل وقتی که توهین به مقدسات اسلام میشه، قرآن کریم علیه بالله سوختانده میشه، این را باز آزادی میگن، در حالی که بیشتر از اون مثلا ما اگر احصایه هایی که وجود داره چنانچه وجود داره گفتن که در تمام امریکا 1% یا 2% همجنسگراست، یعنی به این اندازه زیاد نیست که اینا در رسانه های را اعلام میکنن، ولی 1% نفرت پراگنی بر اونها به اصطلاح جدی است. ولی در مقابل میبینیم که به اصطلاح تعداد مسلمان ها که دومین مذهب به اصطلاح بزرگ در جهان است پیرو داره، او برشان نفرت محور نیست. بنان همچنان مورد دیگه جناب استاد که مثلا دیدیم که در جام جهانی فوتبال با هم مشکلاتی که داشت یا نداشت، هم جنس بازار ممنوع قرار دادن، هم جنس بازی را و همچنان نگذاشتن پرچما و امثال اینا بالا شوه. چقدر غوغای رسانه ها را ما داشتیم که هر لحظه بحث از قطر بود و بحث از همجنس بازی و بحث از سلب آزادی. ولی از طرف دیگه میان مقدسات ما را توهین میکنن و در برابر اینمی تو عمل و عکس العملی که اینا انجام میتن، از نظر شما وظیفه اساسی ما به عنوان افراد چی است؟ دقیقاً مواردی را که شما اشاره کردین و مثل از ما متاسفانه صدها مواردی را داریم که تاختن علیه مقدسات و ارزش‌های اسلامی به عنوان آزادی بیان مطرح شده، اما واقعیت‌هایی که از غرب بر جامعه اسلامی تحمیل شده، مبارزه با او بالاخره یا به عنوان
نفرت پراگنی یا به عنوان اصل حق طبیعی یا حق کسبی مطرح شده. برمیگردیم به آن چیزی که به عنوان مسئولیت جوامع اسلامی و مسئولیت افراد و روشنفکرانی که در جامعه اسلامی به عنوان منصوبین و مسئولین در امور دعوتی یا در امور بیدارگری کار میکنند، مسئولیت از آنها چی میشه؟ اولین مسئولیت برمیگرده به دولت‌های اسلامی یا کشورهای اسلامی. دولت‌های اسلامی از لحاظ شرع و از لحاظ قانون اینا پاسدار دین هستند و حافظ دین هستند. بنابراین مجبور و مکلف هستند که اعتقادات، ارزش‌ها و باورهای نه تنها مسلمان ها بلکه غیر مسلمان ها هم از تعرض، از توهین، تمسخر و تحقیر مسئول و در امن باشند. بنابراین مواردی که در غرب متاسفانه چندین مورد و خصوصا آخرین موردی که پیرامون قرآن عظیم شان صورت گرفته، در این مورد نیاز هست جامعه اسلامی خصوصا دولت‌های اسلامی حرکت عملی و حرکت منسجم و آن چیزی که به عنوان عزت و سربلندی مسلمان هاست بالاخره او را به یاد بیاره و به شکل متحدانه پیرامون از این موقف داشته باشه و موقفش دقیقاً در بعد سیاسی، در بعد اقتصادی و سایر قضایای دیپلماتیک و امثالهم میشه که وجود داشته باشه. دو موضوع برمیگرده به مسئولین و افرادی که در جامعه اسلامی به عنوان دعوتگران و به عنوان روشنگران کار میکنن. جالبی هست هر وقتی که در غرب علیه یکی از ارزش‌های اسلامی حمله صورت گرفته، نتیجهش برعکس شده. آن چیزی که الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون یا مشرکون. اونا وقتی که اقدام میکنه که توسط پف کردن بالاخره چراغ یا دین الله را خاموش بکنه، در حالی که الله چون خواسته دین خود غالب میسازه. این قضیه را ما شما در مورد 11 سپتامبر خیلی برملا و برجسته دیدیم و شاهدش بودیم. غرب خواست که مسلمان ها را متهم به تروریست، متهم به دهشت افغان بکنه و کنار بزنه. این سبب شد که جمع غفیر و امواج گستردی اسلامگرایی در غرب شکل بگیرم. اونایی که از دین اسلام و از احکام و تعلیمات اسلامی ناآگاه بودند، اونا به بهانه از اینکه اسلام چی هست وقتی که رو آوردن، سبب ازی شد که در قلبشان الله هدایت اسلام روشن بسازه و منجر به ایمان آوردنشان شد. بنابراین در اینجا موقف مسلمان ها و موقف دستاندرکاران و مسئولین بخش دعوت و بخش ارشادی است که اینا بیشتر روشنگرایی بکنند. در این مورد در رابطه با قرآن عظیمشان مطالعه، تلاوت بیشتر شود، درس های تفسیر در اینجا بیشتر باشه و از همه کرده مهمتر عمل کرد به این باشه. در ضمن نزدیک قرآن خوانده میشه، قرآن مطالعه میشه، قرآن تدریس و مدارسه میشه. عمل کردن جنبه های اخلاقی، جنبه های اقتصادی، جنبه هایی که در رابطه به معاشرت خانواده هست، معاشرت بالاخره در رابطه به سیاست هست، تمام از اینا رو به این چنگ بزنه، به این رو بیارم. بخش بعدیش برمیگرده به جوانان. دقیقاً احساسات هر جوان مسلمان قابل تقدیر و قابل تمجید هست، اما راه حلش این نیست که به خاطر از اینکه کاری در یک کشور غربی شده در داخل کشورهای اسلامی شیشه ها شکستانده شه، موترها آتش زده شه و ده ها عمل کرده دیگه، به خاطر از اینکه در اونجا یک ضرر متوجه باورها و اعتقادات مسلمان ها صورت گرفته، ما هم بیایم ازرار متعدد متحمل شیم. راه حلش است که مسلمان ها بیشتر کوشش بکنه که اخلاق خود اخلاق قرآنی بسازه. اخلاق یک فرد مسلمان وقتی اخلاق قرآنی میشه، این خیلی دردناکتر است برای از غربی که قرآن به آتش کشانده. این خیلی بالاخره موثریت بیشتر از این داره که ما بالاخره صدای خود بلند بکنیم و داد و فریاد بزنیم که چرا چنین عملی را انجام دادیم. پس در کل آن چیزی که برمیگرده به عنوان مسئولیت ها، این مسئولیت از یک طرف به نظام اسلامی، از یک طرف به مسئولین و از طرف دیگه به جوانا، تمامشان رجوع به قرآن، عمل به قرآن و بیدارگری در روشنایی قرآن باید شکل بگیره. این در کل مسئولیت کلی مسلمان ها میشه باشن. با سپاس از شما جناب استاد. شما نکات خوب به اصطلاح فردی و همچنان
حکومتی را اشاره کردین و همچنان بر ما گفتین که یعنی ما باید در برابر این هرچی بیشتر و بیشتر به امورات دینی خود پایبند باشیم و به خاطر نشر و پخش این به اصطلاح اسلام خود تلاش بکنیم. جناب استاد یک مورد با وسیع‌تر شدن دایره جدل فکری و گسترش میدانهای آن به سادگی متوجه سخنان و ادعاهایی میشویم که همراه با این درگیری‌های فکری پی در پی تکرار میشوند. اکثراً در هنگامی که کتاب میخوانیم یا روزنامه را ورق میزنیم یا سایت اینترنتی را بررسی مینماییم، با مطالب و گفتارهای برخورد میکنیم که با متون شرعی در تعارض کامل است. اما عجیب آن است که نویسنده این گونه مطالب معتقد است که نظریاتش مخالفت با متون و نصوص شرعی ندارد. برای رسوا کردن این روش‌ها و برداشتن نقاب از چنین افکار، برنامه آوردگاه را روزهای شنبه ساعت 5 بعد از ظهر و تکرار آن را روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت 7 و 10 دقیقه بعد از ظهر از رادیو حریت شنونده باشید. آوردگاه، دریچه جدید برای نگرستن به حقیقت در مباحث فکری و سیاسی.